اصلا این که یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره. اصلا باید تو گینس ثبت بشه چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد. چون این کشور خاکش ثروته، نمکش ثروته، سنگش ثروته. آخه شما مگه میشه جایی از دنیا رو پیدا کنید که همون روز بتونید برید اسکی کنید رو برف، با 1 ساعت پرواز، 1 ساعت یعنی پرواز برید اون سمت تو دریا شنا کنید؟ 4 فصل. ببینید شما اروپا حتما تشریف بردید، ما پدیده 4 فصل پدیده منحصر به فردیه. شاید جزء معدود جای دنیاست. ایران و ایالات متحده آمریکا، یکی دو کشور دیگه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان. شما تو اروپا فقط 2 تا فصل دارید، یک کمی گرمه، بقیه‌اش خنک و سرده. این کشوری که از هر چیزش میشد پول درآورد، از جاذبه‌های گردشگریش، از منابع کانی و نفتیش. کشور آمارهای رسمی میگه از 80 میلیون 60 میلیون نزدیک خط فقرن. واقعا بی‌نظیره. حکومت نباید اجازه بده در موج بعدی که پیچیده‌تره و سهمگین‌تر خواهد بود، این مردم ناراضی به این نتیجه برسن که هر چیزی بهتر از جمهوری اسلامی. مردم ایران تا این لحظه به این باور نرسیدن، اما تداوم این سیاست‌ها مردم ایران رو به اون نتیجه خواهد رسوند.